سلام، محمد مرادی هستم با نمایشنامه هیچ قانونی از تغییر در امان نیست نوشته خودم. من از میان کوههای بلند قامت سنندج اومدم با کوله‌ای پر از ترانه‌های مادری و قصه هایی که هنوز کسی باورشان نکرده است. میگفتند روی صحنه میشود جاودانه شد. چراغ‌ها که روشن میشوند سطر کوتاه عمرت را میکشی تا بی‌نهایت نگاه تماشاگر. اما اینجا زیر همین نور داغ صدای تردید مثل زمزمه‌ای سرد توی گوشم میپیچد. اگر خاموش شوم چه؟ اگر هیچ ردی نماند؟ من 18 سال بیشتر ندارم، ولی هر سال قرنی بود میان واقعیت و رویا. و یک روز روی سن میدرخشم و روز بعد توی تاریکی سالن خودم را گم میکنم. شاید جاودانگی در ماندن نباشد و شاید در همین لرزش صداست، در لحظه‌ای که به تماشاگر میگویم من همینقدر واقعیم و همینقدر ناپایدار. از فراموشی میترسم، از روزی که قصه هایم خاک بخورند، ولی درست همینجا وسط این ترس جایی هست که شعله روشن میشود. اگر تنها هم باشم باز فریاد میکشم تا پژواکم در قلب کسی جا بگیرد، و اگر خاموش شوم صدایم در صدای ما حل میشود و آنگاه ما جاودانه‌ایم و آنگاه